عبدالرحیم سلیمانی اردستانی متولد 1338 در استان خوزستان شهر بهبهان، در بعضی جاها ایشون رو بهبهانی هم خطاب میکنن. پژوهشگر ادیان، استاد بازنشسته دانشگاه مفید، عضو پیشین مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، دارای تألیفات بسیار، مقاله های متعدد و پیشینه سالهای سال تدریس در حوزه و دانشگاه. یه همچین شخصیتی ایشون. ما اول شخصیت ایشون رو معرفی کنیم یه مقداری تا بدونیم چه اتفاقی افتاده. ایشان، من چند نمونه از کتاباشو آوردم، از اینم بیشتر داره. کتاب نوشته، مقاله نوشته، آدم معمولی نیست که شما بگی ایشون نمیداند، ایشون متوجه نیست. اتفاقا ایشون هم میداند هم متوجهه، هر دوتاشه. چون فرد رو به تعداد مقاله و کتابش همه میشناسن. چند تا مقاله نوشتی؟ من خودم هر جا میرم اولین سوال از اینه چند تا مقاله نوشتی؟ چند تا کتاب نوشتی؟ پس این مهمه ما بدانیم که طرفمون کیه و چه مطالبی داره مطرح میکنه تا بعد بشه در رابطه‌اش صحبت کرد. پس ایشون دارای تألیفات متعدد و مقاله های متعدد در زمینه هایی که مثلا من چند تاشو آوردم: درسنامه ادیان ابراهیمی، مسیحیت، ویراثت جدید، کتاب مقدس، ویراثت جدید، ادیان ابتدایی و خاموش، ادیان زنده جهان غیر از اسلام، درآمدی بر الهیات تطبیقی اسلام و مسیحیت و سایر موارد. اما جناب آقای سلیمانی اردستانی با این لباس مقدسی که بر تن ایشون هست، با عمامه مقدسی که یه روزی سر مقدس رسول الله امیرالمؤمنین بوده، چرا باید بیاد و در یک برنامه‌ای این موارد رو مطرح کنه؟ برای که ما به این سوال پاسخ بدیم لازمه که مقدار ایشون رو از نظر سیاسی بیشتر بشناسیم. اولا وقتی میگیم ایشون عضو پیشین مجمع مدرسینه، خیلی ها به اشتباه، حتی این رو من در سطح استاد دانشگاه مشاهده کردم که در اونجا میگفت ایشون جزو جامعه مدرسینه. نه بزرگواران، حوزه های علمیه ما اینجوری نیست که ما عنوانها رو راحت بگیم. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم یه جایگاه خیلی ویژه و مقدسی برای همه ما داره و داره. او خیلی متفاوته با این مجمع مدرسینه. این رو اول بدانیم. مجمع مدرسین یعنی اصلاح طلب ها، مجمع مدرسین یعنی دوم خردادی ها، مجمع مدرسین یعنی جناح چپ دهه 60 انقلاب، نه جناح راست که ما رو جناح راست بس داریم. مجمع مدرسین یعنی تفکرات روشنفکری لیبرالی که در اونجا تاثیر داره، حتی در حوزه علمیه بله تاثیر داره. تصاویر مربوط به مبارزات ایشون علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در سال 88. ایشان در جریان اعتراضات سال 1388 جناب آقای سلیمانی اردستانی در اعتراضات حضور فعال داشته و در این اتفاقات اون موقع بازداشت شده. چند ماه بازداشت شده. اون موقع ایشون رو اومدن و گرفتن و بازداشت کردن در قضایای اعتراضات بهشت زهرا. پس خط سیاسی، منش رفتاری ایشون به ما واضح میکنه که چرا در مناظره این رفتار رو اومده و مطرح کرده. رجانیوز در تیر ماه 1403 گزارش میده نگاه ما اصلا این سخنرانی‌های دهه محرمی که من اینجا صوتاش هست داشتم، مثلا ما یه سرفصلی رو کامل عوض کردیم. یعنی ما داشتیم محرم یه چیزی میگفتیم، از شب سوم مخاطبین همین جلسه برای من یه صوتی رو فرستادن که یه آقایی، حالا ایشون الان خوشبختانه فوت کرده، ایشون هم با همین لباس مقدس روحانیت که برای ما خیلی مقدسه، با همین لباس در تهران منبر میرفتش و داشت علیه امام حسین سخنرانی میکرد. بنده موضوع سخنرانیمو از شب دوم سوم محرم در همین هیئت اون سال عوض کردم. آمدیم به حرفای ایشون پاسخ دادیم. اصلاح طلبها یکی از جاهایی که براشون خیلی سخته قیام ابی عبدالله. حالا الان ثابت کردن قیام حضرت زهرا هست. بود قبلا ما میدیدیم ولی به این شدت رو شاید احساس نمیکردیم. ایشان در گفتگویی در رابطه با کنش امام حسین عقلایی یا دستور خاص که در ایام محرم این کار انجام داده،
با یه گفتگویی که حالا داشتن میاد و میگه که آقا امر حکومت مربوط به مردمه، حاکمیت رو مردم باید در اختیار بگیرن، هرچی مردم بگه. خب طبق این نظر و این نگاه حاکمیت بعد از رسول الله به کی میرسه؟ بالاخره مردم رفتن در خانه یه نفر، در خانه یه نفر هم کمتر آمدن به هر دلیلی. اون دلیل قابل بحثه. آیا مشروعیت اون فرد مورد تایید شماست؟ با این جمله بله هست. مردم در روزگار ابی عبدالله هم اکثرا با یه حاکمی بیعت کردن. حالا اون حاکم ممکنه شرابخوار، سگباز، تأخیر برگزار کننده نماز که داره دیر نمازشو میخونه باشه. ایشون میگه مشروعیت با مردمه، مشروعیت با امر الهی نیست، مشروعیت با امر رسول الله نیست، مشروعیت با سنت کتاب، اینا مشروعیت مردمن. ولی مردم مثلا حالا من نمیتونم بعضی حرفای واضح تر بزنم، تو همین مقدار دیگه، یعنی فلان امام معصوم اگه مردم شما رو نمیخوان کاری نکن، بشین قیام نکن. معناش همین است. ما ولایت سیاسی، قدرت سیاسی و حکمرانی رو به مردم واگذار میکنیم. اگه مردم خواستن، مردم نخواستن، خداحافظ شما. بعد به کجا میرسه؟ به اینجا که اگه مردم ولایت فقیه هم نخواستن، خداحافظ. آخرش اینجاست. برخلاف اون چیزی که تو ذهن ما در این هفته شکل گرفته که به ساحت مقدس حضرت زهرای مرضیه بی‌ادبی شده که شده. گریه ما مذهبی‌ها و عاشقان رو بعد از ایام فاطمیه اینها در آوردن که در آوردن، ولی نگاه چیز دیگه ایه. اونا چیز دیگه ای رو میخوان بزنن. هدف تخریب مکان و سرمنزل دیگه ایه. چه من بدانم چه ندانم دارم تو زمین رژیم صهیونیستی بازی میکنم. ممکنه اصلا من ندونم، فرقی نمیکنه، من دارم تو اون زمین بازی میکنم و این مهمه و این حیاتیه. خب حالا این مبانی فکری که یک مقداریشون معرفی شد رو من نشون ندادن خیلی‌ها، من نشون میدم که ایشون نگاهش به شیعیان و روزخونا و روزگوشخونا چه جوریه، چه توهینی میکنه. بشنویم و ببینیم مطلب رو. به خدا خیلی خیلی آدم باید خر باشه که اصلا گرد خریشت هم حدی داره. خب بفر به خدا فکر کن چه مزخرفی داره اون میگه. من چی بگم بهشون؟ این آقایی که این تو بی‌ادبانه، حداکانه، وقیحانه حرفی داره میخواد به شیعه می ایش دیگه چه جلبکی حضرت فاطمه بن بیارم صحبت میکنم. جلبک دیگه معجزه است، دیوار شکافته. اون وقت رفته میخواد حضرت فاطمه بنت اسد نجات بده از دست خدا. اون دیگه خرتر از ما بود. این دیگه چه جلبکی بوده به خدا و از خرتر از ما بوده. یا شما عاقل هستی یا نیستی. اگر عاقل هستی اقرار العقلاء علی انفسهم جایز، اگر هم عاقل نیست به خدا و اون میخواد حضرت فاطمه بنت اسد نجات بده از دست خدا. اون دیگه خرتر از ما بود. این دیگه چه جلبکی بوده به خدا و از خرتر از ما بوده. یا شما عاقل هستی یا نیستی. اگر عاقل هستی اقرار العقلاء بهانه‌اش نگیرید. خب این نکته اول که ایشون به روضه های حضرت ابا عبدالله الحسین و شنوندگان این روضه ها دیدید چه نسبتی رو داد. دقت کنید و ببینید که این روضه ها، من از این طرف به قضیه نگاه میکنم و این نوکری و این برگزار کنندگی جلسات چه فشاری به اینا داره میاره. فکر نمی کنید باید تو این امر ثابت قدم تر بشیم؟ فکر نمی کنید ما این کاری که داریم انجام میدیم چه فشاری داره به دشمن وارد میکنه؟ حالا من اگر برای هیئت حالا 2 روز وقت میذاشتم، فکر نمی کنید بعد 3 روز وقت بذارید، 4 روز وقت بذارید؟ چون این داره این ضربات رو وارد میکنه و این مهمه. ما همینو میخوایم، ما همینو میخواستیم که ببینید دشمن در هر لباسی ممکنه بیاد جلو و با هر لباسی با اعتقادات و مکتب ما دشمنی بکنه. ما همین رو میخواستیم تو این مدت هی بگیم که شوخی نیست. اگر حاکمیت نظام مقدس و مطهر ولایت فقیه نباشه، ببینید اینها چه بر سر ما خواهند آورد. این نگاه رو دقت کنید. من دیروز حتی تو تدریس کلاسام در دانشگاه با مشکل مواجه بودم. ذهن بچه‌ها رو درس نمی اومد.
ما بچه‌ها همه متمرکز بر این مباحث هستن. خب یک شنبه نهم این مناظره به صورت زنده ساعت 12 شروع شده، بازخوردار اصلا فضای مجازی رو کن فیکون کرده، تمام روی این موضوع متولی هستن و دارن بیان میکنن. حالا امروز شهرآوردم هست، من اجازه بدید از این فضا استفاده بکنم و ترسیم کنم که چرا این نگاه داره به وجود میاد. این ورزشگاه آزادی رو نگاه کنید. حالا امروز بازی ورزشگاه آزادی متاسفانه نیست، با یه بی‌تدبیری وحشتناک. من نمیدونم تو این فدراسیون فوتبال چه خبره، بازی که میتونه آبروی ایران باشه. ما این همه ورزشگاه خوب داریم، این همه جای مناسب و مطهر و خوب و عالی تو شهرهای مختلف داریم، چرا باید ببریم تو یک ورزشگاه کم جمعیت با یه ظرفیت کم، بعد همه دنیا ما رو مسخره کنن؟ اینا نمیدونم تو فدراسیون فوتبال کسی هست اینا رو دقت بکنه. حالا کار ندارم، بگذاریم. نگاه کنید این ورزشگاه رو که شما نگاه میکنید، دو تا رنگ دیگه، نصف ورزشگاه قرمزه، نصف ورزشگاه آبیه. اگر شما توی این فضا قرار گرفته باشی که من قرار گرفتم، خیلی مشاهده میکنید که از اول بازی که اینا دارن تماشاگرها وارد این ورزشگاه میشن، با اینکه همه ایرانی هن، با اینکه همه شیعه هن، با اینکه همه مثلا شاید تهرانی هم شهری هم استانی باشن و مشترکات خیلی زیادی با هم دارن، اما از قبل بازی یه اتفاقاتی میفته، یه فحاشیایی میشه، یه مسائلی به وجود میاد که شما وقتی بازی شروع میشه اگر گروه تیمت عقب بیفته جلو بیفته واکنشات خیلی خطرناکه. مثلا ممکنه صندلیای ورزشگاه رو بشکنی، سنگ تولید کنی و بگیری بزنی اون بازیکن تیم مقابله. چرا؟ مگه اون هموطنت نیست؟ مگه او شیعه نیست؟ مگه او احتمالاً هم شهریت نیست؟ شاید هم محله‌ایت هم باشه. چرا میزنیش؟ چون دو قطبی به وجود اومده. فضای دو قطبی این چنینی فضاییه که من دیگه به حق و باطل اینجا الان کاری ندارم. من به چی کار دارم؟ به اینکه اونی که هم گروه منه، هم دسته منه، هم تیم منه، او با منه و من اون طرف و دشمن میبینم. به هیچ چی کار ندارم دیگه. یعنی ممکنه من الان در ورزشگاه آزادی کنار دستیم یک آقایی باشه که بیدینه، دشمن خداست، دشمن اهل بیته، اما من الان خودم رو با او تو یه صف میبینم. من خودم رو با او تو یه صف میبینم. ما تو یه صفیم و تو این صفی که ما با هم هستیم داریم دشمنی میکنیم و مبارزه میکنیم با طرف مقابل. یعنی اگر من از زهرا رو هم ممکنه در یک جای فضایی دوست داشته باشم، الان که این داره به جمهوری اسلامی ضربه میزنه من کیف میکنم، من او رو در کنار خودم میبینم. این اون فضاییه که در جریانات رسانه‌ای ما الان شکل گرفته. یعنی عده‌ای دارن عقده‌گشایی میکنن، میگن الحمدلله که این اتفاق افتاد و اینا دارن با هم دیگه این صحبت‌ها رو مطرح میکنن. ما اینها رو ضربه به جمهوری اسلامی میدونیم، ضربه به نظام مقدس جمهوری اسلامی میدونیم. طبیعتاً حالا که این اتفاق افتاده میگه من دارم از این سوء استفاده میکنم. ای که بعضی ها میگن فضا رو دو قطبی نکنید، مثلا حضرت آقا بابا فضا که دو قطبی هست، مگه فضای حضرت زهرا با حاکم اول دو قطبی نیست؟ منتها این فضای دو قطبی حق و باطله که طبیعتاً وجود داره، مشکلی هم نیست. این فضای دو قطبی مورد نظره که نباید به وجود بیاد. باز من چند تا نکته رو باید اول تذکر بدم. اصلا خیلی هم نمیخوام به این موضوعات مناظره بپردازم، بیشتر میخوام کلیات مطلب رو بگم. نگاه کنید ما یه حوزه‌ای داریم به نام علوم انسانی. بچه‌هایی که مهندسی خوندن، بچه‌هایی که علوم تجربی خوندن، بچه‌هایی که پزشکی خوندن و امثال این رشته‌ها که با علوم انسانی آشنا نیستن، اینا لوازم و سازوکار علوم انسانی رو نمیدونه. فکر میکنه اینم یه فضای آزمایشگاهیه مثل علوم تجربی که یه سری آزمایش بر اساس حواس پنجگانه انجام میده، یه سری نتایج مشخصی هم به دست میاد، در حالی که در علوم انسانی اصلا اینطور نیست. شما در یک شهر، در یک محله، در یک کشور با یه مذهب، با یه دین مشاهده میکنه که یه خانم انقدر حجابش رعایت کرده و مواظبه و در همون محله با همون فضای خانمی کلا کشف حجاب کرده. خب این پدیده فضا و فضای علوم انسانیه و انسان‌ها با هم متفاوتن، لذا فضای دشواریه، فضای سختیه. داده های شما و آزمایش شما و نتایج شما همه جا درست ممکنه در نیاد. ما در علوم انسانی اگر به 65-70% به یک جامعیت در یک قانون و آزمایش برسیم خیلی عدد بالاییه، در حالی که در علوم تجربی ریاضی خیلی عدد پایینیه.
اونی که تو علوم انسانی کار نکرده و درس نخونده و این فضا رو نمیدونه مدام دچار تعارض و تناقض و امثال این اتفاقا میشه. بی خدایا این اتفاقا چرا اینجوریه؟ چرا اینا اینجوری صحبت میکنن؟ چون با علوم انسانی آشنا نیست. برای همینه که وقتی شما میشینید و مناظره حضرت حاج آقای حامد کاشانی عزیز حفظه الله رو نگاه میکنید با جناب آقای اردستانی، میبینید که آخر این اتفاقی که شما توقع دارید توی مناظره نیفتاده، در حالی که یه متخصص که این فضا رو داره نگاه میکنه تو همون چند دقیقه اول مشخص میشه که این مناظره با برتری کی، اونم با نتیجه 6 و 7 اتفاق میفته. متخصص متوجه میشه. شاید اون عزیزی که علوم تجربی کار کرده، اون بزرگوار و عزیزی که مثلا پزشکی خونده بگه اینا چی شد من نفهمیدم. اون عزیزانی هم که تو علوم انسانی کار کردن به شرطی متوجه این فضا میشن که اون دو قطبی که الان مثال زدم در ذهنش به وجود نیامده باشه، که اگه اون دو قطبی براش به وجود اومده باشه مباحث مطرح شده توسط آقای سلیمانی اردستانی رو خیلی خوب جامع و کامل میبینه، چون داره به نظام جمهوری اسلامی، به ولایت فقیه، به ولایت اهل بیت صدمه میزنه که در یک امتداد میبینیم ما اونا رو و این کیف میکنه، اتفاقا لذتش رو داره میبره با اینکه میدونه حق با کیه. پس ما چند نگاه در این مسئله میتونیم داشته باشیم. قرائت عقل. الان در سال 600 قبل از میلاد جریان سوفسطائیان آمدن و گفتن آقا ما میتونیم کاری بکنیم که در تمام مناظرات شما برنده بشوید. مثلا ما الان میایم ثابت میکنیم که شما میگی آقا روز یا شبه، من سوفسطایی میگم الان شبه، ادله خودم رو مطرح میکنم و کار رو به جای میرسونم که در نهایت ما برنده بشیم و روز به این واضحی رو انکار کنیم و اثبات کنیم شبه. این کار رو میتونستن بکنن. البته بنده معتقدم که ما در ایران باستان، هند و چین و جاهای دیگه دارای منطقی بودیم که این منطق بسیار هم از منطق اروپا و یونان پیشرفته تر بوده، اما بنا به دلایلی که شما هم دارید میبینید تمام علما و دانشمندان علم منطق و فلسفه در دوران باستان از یونان نام برده میشن و حتی ما اسم دانشمندان اونو نمیدونیم، ولی نظریاتشون هست. مثلا در بدایت الحکمه مرحوم علامه مطرح میفرمایند نظریات تشبیه پهلوی، نظریات علما و فلاسفه پهلوی به وجود خداوند و نور، این نظرشون هست اما اسمشون نیست، اسمشون از بین بردن، ولی نظریهشون هست تشبیه خدا به نور که فوق العاده هم هست، بسیار هم کمک میکنه به مباحث فلسفی و اعتقادی. چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم عقلانیت تعریفی داره. جناب آقای اردستانی مدام بر این مطلب تاکید میفرمودن که عقلانیتی که البته ایشون تعریف میکنه، با عقلانیت ایشون بله خب بعضی حرفا رو میشه گفت، اما با عقلانیتی که جامعه بشری قبول داره و تعریف میکنه و سازوکارش ارائه میده، حرفای ایشون در همون دقایق اولی، اصلا حتی قبل از اینکه آقای کاشانی یک کلمه حرف بزنه و صحبت بکنه، اگر شما برید و دوباره با توجه به عرایض بنده اون بخش اولیه صحبت ایشون رو گوش بدید، دیگه بقیه‌شو نمیخواید گوش بدید، چون اونجا واضحه که ایشون داره چی میگه و داره کجا رو زیر سوال میبره و اون همون عقلانیت منطقی ابناء بشره که حالا ما حضور جناب آقای حامد کاشانی رو در این مناظره هم مقتنم میدونیم و هم از ایشون سپاسگزاریم که در این مناظره حاضر شدن و با صبر و خلاصه سعی صدر فوق العاده‌ای که انسان بعضی جاهاشو دیگه میمون چطور ایشون داره خودشو مدیریت میکنه و آرام نشسته و خودشون هم تاکید میکنن که مسئله حضرت زهرا برای ما ناموسیه و من و شما از بچگی با روزه حضرت زهرا بزرگ شدیم و الان یه نفر داره اینطور به این روزه حمله میکنه، اونم با یه لباس مقدسی که برای همه ما اون لباس متبرکه. این مهمه و ایشون خودشو خوب مدیریت میکنه انصافا. خب من الان حضور در مناظره رو پخش میکنم و البته این جمله رو باید بگم که در اتاق اساتید دیروز یه استادی برگشت گفت که خوبی آخوندا به جون هم افتادن دارن همدیگه رو تیکه پاره میکنن و بعد با صدای بلندی خندید. بله این فضاها هم به وجود میاد، ما هم از این قضیه خوشحال نیستیم، ناراحتیم، ولی این قرائت این استاد مشکل داره. خیلی خوشحالم علیرغم همه بدیهایی که در این مناظره و گریه ما همه رو در آورد این مناظره، ولی آخر مناظره درس داشت و اینم باز ما ممنون آقای کاشانی هستیم که در انتهای مناظره علیرغم این همه حرفی که این عزیز شنید و در مقابل او به حضرت زهرا جسارت و توهین شد، خب ولی ایشون تحمل کرد و آخرم او بود که اول تشکر کرد
و طرف مقابل هم مجبور شد در انتها تشکر بکنه. اینکه چرا آقای کاشانی حاضر شدن، ببینید شما با کسی دارید صحبت میکنید، مناظره میکنید و گفتگو میکنید که هیچ گونه در تمام حدود 3 ساعت مناظره که طرفین صحبت کردن هیچ جا و هیچ گونه سند تاریخی ایشون ارائه نمیکنه. خب وقتی که من سند تاریخی نمیتونم ارائه بکنم و بعد میام مناظره تاریخی شرکت بکنم، من فکر میکنم خیلی اینجا واضحه، مطلب خیلی مشخصه که من دارم چه کار میکنم در واقع. یعنی شما اگر در تاریخ تسلط ندارید، خب به موضوعاتی که در تاریخ ورود نکنید. بعد ایشون با یه زیرکی خاصی برای که خودش رو از این مسئله پاسخگو در واقع نکنه برمیگرده میگه گفته های شما اینه، من بر اساس گفته های شما دارم صحبت میکنم. خب گفته های ما در تاریخه و برای ما سند وجود داره، شما که قبول نداری نمیتونی استناد کنی، تمام شد. یه خط. یه بار دیگه شما داری در مناظری بحث میکنی که اصلا خود تاریخ رو قبول نداری و داری به گفته های دیگران استناد میکنی. خب شما که این گفته ها رو قبول نداری، چطور میتونی بهش استناد کنی؟ ولی خودت قبول نداری. به چیزی که قبول نداری که نمیتونی استناد کنی. بعد اول قبول داشته باشی و سند ارائه بدی. بارها آقای کاشانی گفت یه سند ارائه بدید، ایشون یک سند ارائه نداد. حتی یه جا گفت شیخ مفید در فلان جا اینجوری گفته، گفت همون سندشو بگید، نتونست بگه چون درسشو خوب نخونده. اگه درسشو خوب خونده بود سند ارائه میکرد. حالا ببینم بخشایی از مناظره اینجا بتونیم پخش بکنیم. این بخش تاریخی رو اگه باز من درست گذاشته باشم و بشه پخش کرد خوبه. ببینیم با هم این رو. فرماد این مباحث از زهرا اختلاف افکنی میشه در این موضوع، من ورود نمی‌کنم. من مقدمه برای همین عرض کردم. ببینید در اختلاف افکن‌ترین شبکه موجود که شبکه کلم است، حتی طرفدار داعش فحاش به خود من مکرر فوشا که خودم داده رو میشه لیست کرد، ایشون رفتن در اختلاف افکن‌ترین شبکه حرفای ما رو تایید کردن فل جمله که موجوده و این تناقض با این داره. ما اگر میخوایم اختلاف افکنی نکنیم باید مثل امروز گفتگوهایی کنیم دوستانه بدون درگیری، راجع به موضوعات گفتگو کنیم، مطالبی هم که اگر راجع به گذشته مطرح شد بدون حتی از اشکال است ببریم، اعمال رو بگیم، به شخصیتشون ورود نکنیم، حتی شاید من گاهی تصریح به نام افراد نکنم که بشه این موضوع رو حل کرد. بله اگر میخوایم اختلاف افکنی نکنیم لازم نیستش دیگه اختلافی در یه جای دیگه درست کنیم، به شبکه اختلاف افکن مشهور کمک کنیم بعد بگیم میخوایم اختلاف افکنی نکنیم. خب این از این مقوله و حالا یه بخشایی رو هم از خود این سرفصل حساس من تقدیم کنم. ایشون فرموده خیلی جالبه، اینو بگم. یه وقت همین اخیراً که ازشون پرسید که از زهرا جوان چرا از دنیا رفتن، گفت جوان مرگ زیاده، مثلا کودک هم میمیره. انگار مثلا ما نمی‌دونیم نه بابا جدید از کی تا حالا جوان میمیره، بچه میمیره. انگار ما اینو نمیدونیم. پرسیدن استاد اگر حضرت فاطمه سلام الله علیها به قتل نرسیدن بر اثر چه در جوانی رحلت کردن؟ همه جوانهایی که در جوانی فوت میکنن، من همین توی بستگان خودم تعداد زیادی جوان میشناسم که فوت کردن به علل مختلف، از سرطان گرفته، سکته گرفته، مشکلات ریوی گرفته. من متعدد میشه، تصادف رو نمیگم که بگیم قدیم نبوده، ولی میمیره آدم دیگه. مگه شما همه جوانهایی که میمیرن، حضرت فاطمه به نظر من 27 سالشون بوده زمان رحلتشون 27 سالشون بوده. مگه شما همه 27 ساله ها یا 20 سال به بالا رو حتی میپرسید که چرا مردن؟ مگه شما همه رو میپرسید؟ آدم ها خیلی هاشون بالای 20 سال، پایین 20 سال ناگهانی میمیرن. خیلی زیاده این قضیه و جای سوال نداره که حتما چون جوان فوت کرده باید به شهادت رسیده باشه. نه، مثلا مگر ابراهیم فرزند پیامبر خب در کودکی نمرد، حتما باید شهید شده باشه؟ خب مرد دیگه، بیمار شد مرد. ببینین ما با یه حکومتی طرفیم که شواهد و مدارک نشون میده این حکومت PDF صفحه 15-16 بعد شواهدش رو آوردن
که این حکومت با مخالفینش برخورد سخت حتی قتل میکرده. شواهد آورده. مثلا تو سقیفه که مباحثاتی صورت گرفته با یه نفر بیعت کردن، سعد ابن عباده زیر دست و پاس میگه آقا له نشه، کشته نشه، میگه خدا بکشتش. چرا خدا بکشتش؟ آقای مسئول حکومت میگه برای که این مخالف منه. ابن حجر عسقلانی که بزرگی او روشن، لازم نیست من توضیح بدم، از او نقل میکنه که میگه لا والله لا یخالفنا احد الا قتلناه. ما مخالفو میکشیم. یه بخش دیگر هم از به خانه امیرالمومنین حمله شده. اینو فرض فعلا در نظر بگیرید. این چند صورت میتونه داشته باشه. حضرت زهرا رو جامعه میشناخته، مقام اثبات داشته، حرمت شناخته شده بوده. اینا وقتی جلو در تجمع میکنن، حضرت زهرا پشت در میره که اینا منصرف بشن. تو بعضی از گزارش هم هست که بعضیا منصرف شد. درست شد. اینجوری نیستش که من جالب برام که ایشون الان میفرماد امیرالمومنین بشینه فاطمه بفرسته دم در، مثل قدیمی‌ها که گفتن خانم نره در باز کنه جواب بده. نه آقا، نرفت در نزدن که بگه خانم تو برو درو باز کن. اونا اومدن پشت در جمع شدن. حضرت زهرا یک شخصیتی است که او رو جامعه میشناسه، حرمتشو. باید ببینیم این جریان اینقدر حتی که این حرمت رو میخواد حد کنه یا نه. میاد پشت در با صدای ایشون دوبار برمیگردن. ناگهان حمله صورت میگیره. حمله که صورت میگیره، وارد خونه میشن، میریزن سر امیرالمومنین. اولا ایشون باید دلیل تاریخی بیاره که امیرالمومنین وایساد تماشا کرد همسرشو بزنن. مثلا کدوم شیعه گفت همینجوری وایساد، مثلا نشست یه چایی هم خورد اونا بزنن، که بعد بگید چرا نشست تکون نخورد. این گزارش تاریخی چیه؟ به یه خانه حمله میکنن، توجه میکنین، یک نفر جلوی در آسیب میخوره که قرار اون رفته که اصلا حمله نکنن به خاطر حرمت زیادی که داره. بعدم که ریختن تو خونه، ریختن سر امیرالمومنین، دستاشو بستن. این نکته اول که ایشون باید اگر میخواد گزارش تاریخی غیر از اینی که من میگم رو بیان کنه، شواهدشو بیان کنه. توجه فرمودین. مرحله دوم، حالا چون وقتی که من گفتن 2-3 دقیقه هم رد شده و منم نمیخوام از اون وقت بیشتر استفاده بکنم، همینجا عرایزم رو تو این بخش خاتمه بدم و یه ویدیوهای مهم دیگه هم از اون رو بعد نشون بدم و عرضم تمام. نگاه کنید، بعد از این قضایا مؤمنین و مؤمنات، حالا جمعی از مؤمنین، یک سوالی رو از محضر حضرت آیت الله سنجری عراقی مطرح کردن که دیشب خیلی باز در فضای مجازی واکنش داشت، با توجه به آن که شخصی به نام عبدالرحیم سلیمانی اردستانی در لباس شیعه منکر شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها حتی پس از تمام شدن حجت و نعوذ بالله بی ارزشی آن است و بسیاری از فضائل و ولایت مطلقه اهل بیت علیهم السلام را کاملا رد می کند، آیا حکم به مسلمانی او می کنید یا چنین شخصی خارج از مذهب حقه شیعه هست؟ با تشکر جمعی از مؤمنین. پاسخ: علیکم السلام. کسی که به وضوح و با علم شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و فضائل و ولایت مطلقه اهل بیت علیهم السلام را انکار کند، از اصول مذهب شیعه خارج شده و حکم به کفر یا خروج از دین بر او صادقه. این هم حکم ایشان در این رابطه. از دیشب باز دوباره فضا بسیار متلاطمه در فضای مجازی، جریان اصلاحات با این جریان، حالا خاصی اسمش شب چیزشون رو نمیارم، بنا به دلایلی اعلام که و به شدت به این حکم حمله کردن که آقا شما چرا یه همچین مطلبی رو بیان میکنید؟ بالاخره آزادی بیان مقام معظم رهبری هست، شما چرا اصلا حکم دادید؟ بعد نمیدونم اشاره میکنه که آقا شما که وارد این مباحث دارید میشید، اجازه کرسی آزاد اندیشی و خیلی از چیزها رو به شیعیان مثلا اجازه نمیدید و شما چه کاره هستید و اینها. لازم به ذکر که مجمع روحانیون مبارز هم یک اعلامیه‌ای منتشر کردن، همون بخش اصلاح طلبهای جریان چیز یک مطلبی رو داره عنوان میکنه و در اون مطلب خدمت شما عرض کنم که این گزینه رو مطرح کردن که ما از این صحبت‌ها حمایتی نمی‌کنیم. یعنی دیگه انقدر این آشور شده بود که حتی مجمع روحانیون هم از این صحبت‌های آیت سلیمانی اردستانی دفاع نکرده. من قبل از اینکه اون فیلم پایانی رو بخشایش رو پخش کنم و دعا کنم و فرصت تمام هست، یه نکته‌ای رو بعد عرض بکنم و اون این که خلاصه مطلب چیه؟ آیا باید این اتفاق میافتاد یا نه؟ من با کلیتش موافقم.
آقای حامد کاشانی هم توضیح میدن. میگه وقتی ایشون در جلسات متعدد با شبکه وصال که از داعش حمایت کرده، از وهابیت حمایت کرده، داره صحبت میکنه، اونم با لباس مقدس روحانیت شیعه، شبکه کلمه داره مناظره میکنه، صحبت میکنه و وارد این میشه و بعد در این مناظره با تمام قدرت به صدا و سیما حمله میکنه، در این مناظره با تمام توان به ولایت فقیه حمله میکنه، در این مناظره با تمام توان میاد و به مسائل، به طعنه‌های خیلی شدیدی به قضایای سال 67، به قضایای سال اوایل انقلاب میزنه و میگه حکومت شما دینیه. بعد این حکومت رو میاد معاذالله با حکومت ابوبکر ابن ابی قحافه مقایسه میکنه. این آدم مشخصه که داره چه عملی انجام میده دیگه. آیا اینا رو نباید مطرح کنیم؟ چرا؟ اینا در جامعه مطرحه، چه شما بهش بپردازی چه نپردازی، اینا رو دارن شبانه روز به جوانهای ما اعلام میکنن. چه بهتر که حداقل یه نفر بیاد و پاسخ اینها رو بده که اینا فکر نکنن پاسخی وجود نداره. دوم، خیلی ها میگن آیا مثلا کاشانی چرا یک کاری نکرد که ایشون بلند شه و اعلام تسلیم بکنه؟ هیچ وقت این کارو نمیکنه. او تا آخرین لحظه بر حرف باطل خودش تکرار میکنه. این نیست که او بلند شه بگه بله من اینجا مغلوب شدم و شکست خوردم. اینجا همون نکته ماست که جهاد تبیین لازمه. اینجا همون نکته ماست که سخنرانی‌های محرم و فاطمیه بعد هدفمند باشه. اونجا همون نکته ماست که میگیم باید توانمندی ما در حوزه‌های مختلف افزایش پیدا بکنه که اینا رو متوجه بشیم، که بدونیم چه خبره تو جامعه. امروز خیلی فضای خاصیه. چرا این اتفاق بس نیفتاد؟ چون ایشون نیومده بود که تسلیم بشه. اما آیا این اتفاق در مناظره افتاد؟ بله، اکثرا نوشتن در همون دقایق اولیه برتری مطلق و کامل آقای حامد کاشانی بر ایشون مسلط بود. ما میدیدیم ایشون پاسخی نداشت. ایشون میگفت دلیل تاریخی بیار، نمیتونست. ادله بیار، نمیتونست بیاره. چرا نمیتونست بیاره؟ چون خودش اول محکوم کرده بود. میگه من تاریخو قبول ندارم. خب کسی که تاریخو قبول نداره چطور میخواد ادله بیاره؟ ایشون در فیلم هاشون هست میگه من امامت امامان بعد از علی ابن ابی طالب رو نمیتونم اثبات کنم و امامت علی ابن ابی طالب اینجوری تعریف میکنه. من خودم مناظره ایشون رو نگاه کردم. ایشون میگه من ولایت و امامت علی ابن ابی طالب رو در قالب اجتهاد میدونم، یعنی ایشون رو مجتهد میدونه نه امام. و این ولی میگه این مجتهد بدون خطا عمل کرده. خیلی بین امامت و اجتهاد فاصله است، خیلی فاصله است. اینا رو باید دقت بکنیم. همون نگاهیه که جریان اصلاحات داره و من نمیخواستم دیگه، حالا مجبور میشیم تو این فضا کار کنیم. از هفته آینده اگه خدا توفیق بده و فرصت باشه ما میخوایم اصلا همین جریان رو که از دوره ناصرالدین شاه به وجود اومده و تا الان وجود داره و همین جریانی که امروز قانون عفاف و حجاب و ابلاغ نمیکنه، این همین تفکره دقیقاً که امروز میاد و قانون عفاف و حجاب و ابلاغ نمیکنه. دقت بکنید و توجه بفرمایید و ببینید موضوع کجاست. من آخرین فیلمو نشون میدم، فرصت کم هست و بتونم ببینم مطلب رو. بله این نورها نمیذاره من این ور خوب ببینم. بعد همین باشه احتمالاً. اینم آخرین فیلم، ببینید که چه وضعیتی داشته ایشون در حالت قبلی. من با خودم فکر میکنم یک کاسبی، یک مغازه، یک بقالی، کسی که بقالی داره برای جذب مشتری سعی میکنه زبان خوبی داشته باشه، سعی میکنه محترمانه و مؤدب باشه تا مشتری جذب کنه. یک بقالی بعضی موقع با خودم فکر میکنم که چه اتفاقی افتاد که سردمداران یا مبلغین یا روحانیون یک مکتب، یک باور شروع کنن به فحاشی، بعد توقع داشته باشن خب اون افرادی که مورد فحش و لعن نفرین قرار میگیرن شیفته باور اونها بشن. من نمیدونم از نظر عقلی چه اتفاقی رخ داده که این صورت گرفت. در قرن اول، دوم، سوم تا قرن چهارم، حتی من به نظرم تا زمان صفویه این لعن و نفرین رواج نداشته بین مسلمانان مطلقا در هیچ طایفه ای از مسلمانان. و تصورم این است این در واقع این درگیری های سیاسی سبب شد که برای اینکه مردم رو به نحوی در مقابل جبهه عثمانی‌ها بتونن تحریک کنن شروع کردن به این باور لعن و نفرین و فحاشی تا اینکه به هر صورت اون بحث روانی صورت. از اون طرف تصور میشه
که روحانیونی که جوابگوی مسائل اعتقادی با دلایل متقن نیستن از روی به نحو یک مسائل روانی از روی میارن به لعن و نفرین. احساس میکنید طبعا بحث تاریخچه شروع لعن و نفرین به نظر من یک بحثی است که بایستی بهش توجه بشه، چون ما مطمئن هستیم در صدر اسلام ادبیاتی که از رسول الله، از اهل بیت، از اصحاب در واقع منتقل شده و به ما رسیده، این روایات پاآری از هر گونه زبان فحاشی است. و حالان که خب ابو جهل و ابو لهب دشمن معاند شخص رسول الله بودن که ما دیگه از رسول الله که مسلمانتر نداریم، و اگر قرار بود که کسی مورد لعن و نفرین و ناسزا و فحاشی قرار بگیره، ابو جهل و ابو لهب در صدر این لیست بایسته قرار میگیرن. حالا که از رسول الله صلی الله علیه و سلم میبینیم که نه، چون این اتفاقی رخ نداد. امام علی هیچگاه نداریم در سراسر نهج البلاغه یا آثار دیگرشون یا سخنانی که از آن حضرت باقی مونده که به کسی لعنت کرده باشه یا توهین کرده باشه. بله، از دوره صفویه اهداف سیاسی باعث شده که هم حالا آقا میفرماین هم قرآن خودش تبت یدا لعب و تب رو میگه. ببینید ما با کیا طرفیم؟ از ناآگاهی دینی و علم تسلط مردم به علوم انسانی چجوری داره سوء استفاده میکنه. قرآن لعن میکنه خیلی افراد رو. امیرالمومنین به مغیره ابن شعبه اصلا میگه ای، حالا چجوری من بگم اون عبارت رو بگم که بد نباشه، میگه ای کسی که پدرش بچه دار نمیشد. همین دیگه، خیلی واضحه کلام حضرت. و ما فکر می‌کنیم این امیرالمومنینی که من تو ذهنم درست کردم، نه، امیرالمومنین 530 نفر رو در لیلة الحریر گردن میزنه در جنگ با معاویه. اسلام رأفت داره، بله داره. ما داریم، ما همین الان در دانشگاه، حالا اسم دانشگاه رو نیارم، در دانشگاهی داریم که استاد تاریخ اون دانشگاه خانم دکتری هم بود، میگم من وقتی میخوام درس بدم کل غزوات و جنگ‌های پیغمبر رو حذفش میکنم، کلا اینا رو نمیگم. دوست دارم چهره پیغمبر یه چهره رؤوف با محبت و نمیدونم اینجوری. آقا پیغمبر گردنم زده، بعد اینو متوجه مخاطب رو متوجه این موضوع کرد. شما همش با عرض ادب و احترام هر چی شما بگی که نمیتونی دینو ببری جلو. بابا دین دزدم در مقابل مردم دزدی میشود، به نماویس مردم تجاوز شده، بعد واکنش داشت. باید اینجا اینا رو بگیم به مردم که بدونن. بعد میگه امیرالمومنین لعن نکرده. گزارش معتبر داریم، خود بنده این رو با چشای خودم دیدم، الان وقت ندارم. امیرالمومنین در جنگ صفین در تمامی قنوت‌ها لعنه بر معاویه و عمرو بن عاص بن وائل میکرد، لعنه به این دوتا میکرده حضرت در قنوت‌های نمازش. البته که حضرت دوست داشت بالاترم بره بنا به مصالحی، ولی این کار اون روز نمیکنه. ما هم به این مصلحت معتقدیم، تقیت و دینی و دین آبایی، ولی اونجا که میشده حضرت این کار کرده و این اتفاق افتاده. منتها اینا دلشون میخواد یه قرائتی، یه مطلبی بگن. چرا ایشون نمیگه من امامت امام حسن رو تایید میکنم؟ چون اگه امامت امام حسن رو تایید بکنه، بعداً بر امامت امام حسین رو تایید کنه، و امامت امام حسین یعنی ایستادن مقابل حاکمیت باطلی به نام یزید و انقلاب کردن، و اونجا مجبور انقلاب اسلامی رو تایید کنه، و این نمیخواد این کارو بکنه، و این نمیخواد. حالا یک مقداری شاید خیلی ها بیشتر متوجه بشن که حاکمیت نظام ولایت فقیه و مباحث مربوط به اون چه جایگاهی در جامعه امروز ما داره، و اگر خدای نکرده این مطالب نباشه ما چه اتفاقی برامون میفته. من از اون چیزی که گفتم هم خیلی بیشتر صحبت کردم، خیلی بحث طولانیه. به همین میزان فکر میکنم که انشالله از همه ما رو خداوند متعال قبول کنه و توفیق داشته باشیم که بتونیم معارف اهل بیت رو انشالله بهتر و کاملتر بشناسیم.